بحث هوایی میان تاجیکستان و روسیه تا رفت با لحن تندی ضرب الاجل میپیچد. نخست طرفها باعث چاره‌های جوابی مسیر پروازهای همدیگر را طولانی کردند. همکنون روسیه با منع پرواز شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. ماجرا از روز 12 مارس و زمان آغاز شد که تاجیکستان به شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازه پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. در پی روسیه تاجیکستان را به نقض مقررات سازشنامه ابدار نموده. وزارت نقلیات این کشور برای بررسی مسائل پیش آمده مقامات تاجیک را روزهای 22 و 23 مارس برای مذاکرات به مسکو دعوت کردند. جانب تاجیکستان به این مذاکرات نرفت. هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.